خب ببینید داخل بحث صدا، مهندسی صدا، ما اولین چیزی که میخوایم واردش بشیم اینه که اصلا صدا رو بشناسیم. خب بدونیم صدا چی هست. اگر صدا رو نشناسیم و اصلا ندونیم چجوری تولید میشه، اصلا نمیدونیم چجوری باش رفتار بکنیم. بشر همیشه دنبال این بود، چون صدا ببین یه پدیده‌ایه که در لحظه که تولید میشه همون موقع هم از بین میره و اصلا قابلیت اینو نداره که ما مثلا بگیم خب این صدا رو لازم داریم بریزیمش توی ظرف و یه چیزی 2 هفته دیگه دوباره گوشش بدیم. برای اینکه بتونیم این صدا رو ذخیره کنیم و تغییرات روش اعمال کنیم، از این شکلی که الان هست و ما بهش میگیم SPW. SPW مخفف چی هست؟ این واژه رو دیگه باید تا همیشه که تو این رشته هستید بلد باشید. SPW مخفف ساند پرشر ویو میشه، امواج فشاری صدا که ما بهش میگیم انرژی آکوستیکی یا انرژی مکانیکی. انرژی آکوستیکی در واقع همین صداییه که من الان دارم با شما صحبت میکنم، صدای سازه، صدای سازهای ذهی، صدای ماشین، صدای رودخونه، صدای باد، و فقط تو محیط کره زمین، تو فشار اتمسفر، تو محیط طبیعی وجود دارن، تو محیط مادی. ما خارج از جو چیزی به اسم صدا نداریم. چرا؟ چون که SPW برای اینکه انتقال پیدا کنه به گوش من و شما نیاز داره به تبادل مولکولی، به حرکت مولکول ها، به نوسان. ما برای اینکه صدا رو تعریف کنیم، صدا رو بشناسیم، باید موج رو بشناسیم. برای اینکه موج رو بشناسیم باید نوسان رو بشناسیم. نوسان یا ارتعاش، اصلا بحث صدا برداری، علم صدا از نوسان شروع میشه. خواهیم بدونیم نوسان چی هست. نوسان میدونی چیه؟ اون سیگنالی که پایین و بالا میشه، حالا صدای میانی، صدای عود، صدای پایین، یه نوسانی به وجود میاد که اصلا کلا خود نوسان بهش میگن حرکت رفت و برگشتی، میشه نوسان. حرکت رفت و برگشت. شاید سیرکول هم بهش بگن. حالا سیرکول؟ سیرکوله اسم لاتینشه. اونش رو نمیدونم. اگه منظور سایکله؟ نه، سیرکولیشن بهش میگن، سیرکول هم بهش میگن، یعنی حالت رفت و برگشتی، حالا چه تو لوله های آب چه تو... خب شاید یه اصطلاح دیگه هست که حالا من تو صدا اولین بار دارم میشنوم. خب برای اینکه بدونیم نوسان رو بخوایم یه سری پارامترها ازش استخراج کنیم و خیلی از چیزایی که خیلی از چی بهش میگن، خیلی از جزئیاتش رو درک کنیم، نیاز داشته باشیم به یه دستگاه نوسانگر که مثلا میتونه یه پاندول باشه، یا حالا برای اینکه درک بهتری داشته باشیم ما از یک تاب استفاده میکنیم. فرض کنید یه تاب داخل پارکه که داریم از زاویه کناری نگاش میکنیم. این پایه های تابه و این سبد تابه. آره خب ببینید تاب موقعی که داخل نقطه A قرار گرفته در حالت سکون، ما به اینجا میگیم نقطه تعادل. جایی که تاب در وضعیت ساکن قرار گرفته، آره نقطه استقلشه و بدون حرکته. زمانی که این تاب شروع میکنه به حرکت کردن، اگر یه نیروی پشتش وارد بشه و نسبت به اون نیرویی که وارد بهش شده شروع میکنه به حرکت کردن تا هر جای امکان داره بره، تا جایی که قدرتی که پشتشه اجازه بده. مثلا حرکت میکنه میاد اینجا میرسه به نقطه B. خب تا اینجا که اومده 100% انرژی جنبشی دیگه، پتانسیلی که داخلش هست باعث میشه برگرده. شروع میکنه برگشتن. تا کجا میره؟ چون که حرکت رفت و برگشتیه و در جای خود حرکت رفت و برگشتی که در جای خودش ثابته، دقیقاً شروع میکنه همون قدری که رفته جلو همون هم بر میگرده، میاد میرسه به نقطه C. خب این اگر بره و تا اینجا بیاد و بیسته، این نوسانی که ما داریم
یک نوسان ساده هست ولی نوسان کامل نیست. نوسان ساده چیه؟ که توی علم مهندسی صدا ما خیلی بهش نیاز داریم، باش کار میکنیم. نوسان ساده به نوسانی میگن که نقطه تعادل در وسط حرکت قرار بگیرد. ما میگیم نوسان ساده. خب نقطه تعادل دقیقاً وسط حرکت بوده. حالا نوسان ساده توی علم مهندسی صدا به درد ما نمیخوره. ما دنبال نوسان کاملیم. نوسان کامل چیه؟ به نوسان ساده‌ای که در جهت حرکت اولیه قرار بگیرد. یعنی این نقطه C که تا اینجا اومده باید برگرده مسیرش رو به حرکت اولیه، بیاد برسه به نقطه A. این میشه نوسان کامل. اگر ما بخوایم دقیق تر از زاویه دیگه ای نگاه کنیم، فرض کن الان زیر این تاب، زیر این سبد تاب من یه ماژیک میذارم، یه کاغذم میذارم زیرش و وقتی شروع میکنه حرکت کردن من این کاغذ رو میکشم. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که رخ میده اینه، این تاب دیگه ببین داره میره و میاد و من همزمان کاغذ رو میکشمش. یعنی شکل موج درست میشه. آفرین. خب زاویه رو میخوایم از بالا ببینیم و ببینیم چه اتفاقاتی افتاده الان، چه پارامترهایی رو میتونیم ازش استخراج کنیم. این تابمونه یا اون دستگاه نوسانگرمونه. این سبدمون بود، این نقطه A بود تا B اومد، برگشت تا C و دوباره برگشت. خب حالا از بالا اتفاقی که ما میبینیم اینه. این دقیقاً میشه نقطه تعادل یا همون A ما. خب از A میریم به B، از B برمیگردیم به A، از A میریم به C. خب تا اینجا شد نوسان ساده، ولی نوسان کامل نیست. چه موقعی کامل میشه؟ که در جهت حرکت اولیه برگرده، یعنی دوباره برسه به A. الان یک نوسان کامل انجام شد که ما به این میگیم سایکل یا یک سیکل کامل. خب این سیکل کامل خیلی مشخصات الان داره به ما میده. یکی از مشخصاتی که داره به ما میده امپلیتیوده. امپلیتیود یا دامنه میشه که ببین الان از نقطه A تا B میشه دامنه که ربط داره به ولوم و قدرت صدا، بلندی صدا. پس دامنه به دورترین نقطه‌ای که نوسانگر از نقطه تعادل پیدا می کند دامنه می گویند. ما بهش میگیم امپلیتیود یا قدرت و بلندی صدا یا همون ولوم که با دسیبل می سنجنش. دی کوچیک بی بزرگ میشه دسیبل. حالا ما به این محدوده‌ای که بالا اومده، به این دامنه، قسمت پرفشار میگیم، محدوده پرفشار یا مثبت. به اینی که برعکس شده اومده پایین میگیم محدوده کم فشار یا منفی. یا چیز دیگه هم میگیم موقعی که حرکت یا سیگنال توی محدوده پرفشاره
بعد با همون شکل، با همون امپلیتیود، با همون فرکانس، با همون مشخصات برمیگرده میاد توی نقطه کم فشار یا منفی، میگیم فیز عوض شده. فیز رو با فی یونانی نشون میدن، رو خیلی از میکسرها تو برنامه کیوبیس این هست، یا می نویسن 180 درجه. واحد فیز درجه است، چون ببین الان دقیقاً این 180 درجه برعکس اینه دیگه. در واقع اگر بخوای حساب کنی اینجا یه دایره است که قسمت دایره پایینی رو ما برش گردوندیم، یعنی مثلا دایره‌ای که داشته از این ور حرکت میکرده، به جایی که حرکتش ادامه بده رو 270 درجه، ما دایره رو تابوندیم از این ور برگشته. یعنی اینجا شده 0 درجه، اینجا شده 90، 180، 270، 360. ولی کلا تو مهندسی صدا فیز رو ما فقط با 180 درجه کار داریم، چون 180 درجه برعکس میشه دیگه، بیشتر از 180 نیست، یعنی بین 0 تا 180 که اینا رو بعد جلوتر بیشتر درباره‌اش میخونیم و که چه اتفاقی میفته. خب حالا داخل این نوسانگر ما چه پارامترهای دیگه هم میتونیم استخراج کنیم؟ میتونیم زمان بگیریم ببینیم یک نوسان کامل چقدر طول میکشه. بهش میگن دوره تناوب. دوره تناوب با تی نشونش میدن چون تایم دیگه، زمان. میگه به مقدار زمانی که یک نوسان کامل انجام شود دوره تناوب میگن. ببین فیلمی که من دارم بهتون میدم، هر دفعه یه دفتر بردارین شروع کنین جزوه نوشتن. آره جزوه بنویسید، هم فیلمو باعث میشه یه بار دیگه ببینید و هم جزوهتون رو کامل میکنین. و اینجوری مثلا اگه وقت کلاس ما 1 ساعته، شما 1 ساعت رو کامل دوره میبینید، نه اینکه مثلا 10 دقیقه من بگم شما 50 دقیقه بشینی بنویسی. خب شاب شده یکی ازش نیست. من یه سری جزوه دارم تهیه میکنم، حالا ان شاءالله کامل شد بهتون، ولی همیناست، همین مسائلیه. سوالاتی که تو فنی حرفی هست که به غیر از این چیزایی که الان هست نیست. نه دیگه، هم درسی که دارم بهتون میدم، بعد نمونه سوالم بهتون میدم، از همون نمونه سوالا میاد، ولی تمام مطالب رو یاد میگیرین. خب حالا بجز دوره طبیعی ما تا اینجا چیا رو یاد گرفتیم؟ نوسان ساده، نوسان کامل، دوره تناوب یا دامنه، دوره تناوب. حالا یه چیز دیگه که باز با زمان ربط داره و تو مهندسی صدا از الان تا آخرین روزی که تو این کاری باش سر کله میزنی، اینه که ما یک واحد زمان رو در نظر میگیریم، 1 ثانیه. میگیم توی 1 ثانیه چند تا نوسان کامل انجام شده. مثلا اینجا بیشتر زمان مهمه یا ریتم؟ اینجا زمان. ببین ما میگیم تو 1 ثانیه چند تا نوسان انجام شده، ما به این میگیم فرکانس. فرکانسی که دیگه مهم تو آزمونتون هم میاد و چیزیه که خیلی باهاش کار داریم. پس فرکانس میشه به تعداد نوسانات کامل در 1 ثانیه فرکانس گویند. پس واحدش 1 ثانیه است. نه حالا بهت میگم. فرکانس با F نشونش میدن، با واحدش HZ. الان اینجا فرکانس چنده؟ 1 ثانیه. 2. ما قله ها رو میشناسیم 1 2. ببین از اینجا تا اینجا یه سیکل کامله، دوباره از همینجا تا اینجا هم یه سیکل کامل. پس میشه فرکانس 2 هرتز HZ با H بزرگ زد کوچک. البته این حسین ذاکرزاده هم میشه که منم. پس فرکانس وقتی میخوان نشونش بدن میگن واحدش هرتزه. حالا اگر ما بخوایم تو فرکانس رو ببریم بالاتر، مثلا الان بخوام فرکانس رو ببرم رو 5، مجبورم طول موجام کوچیک‌تر بشه که 5 تا جا بشه. ببین ما طول موجم پس الان یاد گرفتیم، میشه زمان همونه. ما داریم میگیم 1 ثانیه به فاصله
قلعه ها طول موج گویند. یعنی چی؟ اینا از این قله تا این قله توی فرکانس 2 هرتز، طول هرتز ما مثلا الان یه چیزی هلوش 18 متره، ولی توی 5 هرتز طول متر ما الان مثلا شده 15 متر. پس اگه من الان بخوام یک فرکانسی داشته باشم مثلا 1000 فرکانس 1000 هرتز، پس همون 1 ثانیه، ولی برای اینکه این 1000 تا جا بشه باید ریز بشه که 1000 تا جا بشه. پس به یه نتیجه میرسیم فرکانس و طول موج برعکس هم دیگن. هرگاه فرکانس پایین باشد طول موج بلندتر است و هرگاه فرکانس بالا باشد طول موج کوتاه‌تر است. پس ببینید ما اینجا فاصله قله هامون توی فرکانس بالا طول موجش کمتره. حالا ما چه فرکانسایی داریم، با چه فرکانسایی کار داریم تو بحث شنیداری و مهندسی صوت؟ ببینید محدوده شنوایی گوش انسان محدوده‌ایه که ما تو مهندسی صدا باش کار میکنیم. یک انسان، البته همه انسان ها نه، هر چی سن کمتر باشه، مثلا بچه‌ای که تازه به دنیا اومده این محدوده رو کامل میشنوه، از 20 هرتز تا 20,000 هرتز و به ازای هر 10 سال که ما میریم بالا 1 کیلو از شنواییمون کمتر میشه. ولی یه گوشه مثلا تو سن ما یا تو میکس و مسترینگ میان از 100 هرتز تا 16,000 رو روش کار میکنن. خب ببینید ما از فرکانس 1000 که برسیم دیگه میگیم 1 کیلو هرتز، 1 کیلو هرتز. پس این 20,000 هرتز رو میگیم 20 کیلو هرتز. مثلا اگه میخوایم بگیم 5,000 هرتز میگیم 5 کیلو هرتز. پس محدوده شنوایی انسان که بسیار مهمه 20 تا 20 هرتز که فرکانس های بممون هست، بیس و لو اینجا ما بهش میگیم لو، به اینجا میگیم های، به وسطش هم میگیم مید. یعنی ما الان یک محدوده 20 تا 20 رو اومدیم یه دسته‌بندی 3 تایی کردیم. دسته‌بندی ها زیادن، از 2 تایی هست تا مثلا تو مهندسی صدا تا 9 تایی، ولی فعلا برای شروع که یکی از دسته‌بندی اصلی همینه، لو، مید و های. مثلا شما داخل ضبط ماشین فرکانس های لو رو ساب ووفر انجام میده، ساب انجام میده، مید و مید رنج انجام میده، های و توییتر انجام میده. ما الان ببین از 20 هرتز مثلا تا 800 هرتز رو میگیم لو، از 800 تا 2 کیلو رو میگیم مید، از 2 کیلو تا 20 کیلو رو میگیم های. یه حالت ترکیبی هم داره میانش، درسته؟ بله، حالا دسته‌بندیاش تو چیزن فرق میکنه، فقط برای اینکه یه ذهنیتی داشته باشی به صورت کلی بهتون گفتم. و ببین حالا شما مثلا گفتی رفته کلاس میکس مستر اینا رو بهتون صحبت کرده بودیم مثلا 2 جلسه. خب و تمام این مسائل نیازمند اینه که شما کامل اینا رو به صورت پیوسته کار بکنید. بعد مثلا ما یه مسیری رو دنبال میکنیم به اسم سیگنال فلو. اصلا بحث مهندسی صدا رو بحث سیگنال فلو شروع میشه. سیگنال فلو یعنی چی؟ یعنی از موقعی که SPW تولید میشه، یعنی از صدای خواننده که اونم خودش هنر میخواد، تا موقعی که دیگه صدا ضبط میشه، میره تو سیستم، میره تو نرم افزار، تو پلاگین، تو میکسر، تو پریامپ، ریورب، دیلی، همه چی، تا موقعی که میاد توی اسپیکر. ما تو مهندسی صدا اینو داریم پیگیری میکنیم، این مسئله رو پیگیری میکنیم که بدونیم که آقا سیگنال فلوی ما چجوری داره انجام میشه. و وظیفه مهندس صدا اینه که از موقعی که یک صدا تولید میشه تا موقعی که از اسپیکر میاد بیرون، استیج به استیج، مرحله به مرحله صدا رو بهبود ببخشه، صدا رو بهتر کنه، تحویل بده به استیج بعدی. و ما تو مهندسی صدا، توی صدا برداری، کل این پروسه رو انجام میدیم، درسش رو میخونیم که ببینیم چی به چیه. صدای
چجوری آنالوگ میشه، آنالوگ چجوری دیجیتال میشه، چه خطاهایی به وجود میاد این وسط. همه اینا رو باید یاد بگیریم که بدونیم تو میکس اصلا میخوایم چیکار کنیم با سیگنال، و سیگنالی که الان اومده زیر دست ما چه مسیری رو طی کرده تا به اینجا رسیده و ما بتونیم چجوری باهاش برخورد کنیم. اوکی؟ پس این تا امروز تا اینجا باشه و جلسات و اینا رو کلن مثلا جلسه بعدی همه رو دیگه ببین، بنویس که اگه سوالی داشتی بپرسی و ادامهش رو بریم. پس تا فرکانس امروز کار کردیم. خودتون چیز میکنین یا بهتون بگم مثلا تا کجا آموزش دیدین؟ نه دیگه تو جزوهتون بنویسین و به من بگین دیگه، حالا ترجیحاً بگید بهتره. خب من اینو خروجی